با مقصد ترغیب و تشویق غایه‌های ملی، بلند برداشتن حس خویشتن‌شناسی و خودآگاهی کودکان و معرفی نمودن فرهنگ تاجیکان در شیرخوارگاه کودکستان رقمی 21 شهر نوروز فرخنده‌پای با شکوه تجلیل کرده شد. از صبح بر وقت کودکستان نمود ادامه داشته تربیتگیرندگان و مربیهای این درگاه با فرهمندی و روحیه بلند ادامه فرارسی نوروز عجم را با تنتنه پذیرایی نمودند. تالار کودکستان با قوه مربیه‌ها و شاگردان این مکانی تعلیم و تربیه نوروزگاه را می‌ماند. سرور مؤسسه سید خان شکورова با برابر شادباشی و خیر مقدم گفتن حاضرین تاکید داشت که یکی از ارزش‌های سنتی مردم کهن بنیادی ما این عنعنه‌های نوروزی است که برابر فرارسی فصل زیبای بهار مردم آن را خرسندانه و با یک شهامت خاصه تجلیل می‌نمایند. یکی از ارزش‌های سنتی مردم کهن بنیادی ما این عنعنه‌های نوروزی است که برابر فرارسی فصل زیبای بهار مردم آن را خرسندانه و با یک شهامت خاصه تجلیل می‌نمایند. محض سیاست خردمندانه و دوراندیشانه پیشوای ملت جناب عالی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان نسبت احیا پایداری و تحکیم عنعنه‌های گذشتگانمان باعث می‌گردد که امروز هر یک ساکن کشور در فضای آرام و آسوده و شرایط مساعد آزاده عید و مراسم‌های ملی و اجدادیمان را عید می‌کنیم. تأکید نمود سید خان شکورova. کودکان و مربیان این مؤسسه با سرود و ترانه و شعرهای نوروزی تاکید داشتند که نوروز چون رمز پیوند ازلی انسان با طبیعت در شب و روزهای اعتدال بهاری و عوض شدن سال فرا می‌رسد و با رسیدن آن روزگار کهن زندگی را از سر می‌گیرد. طبیعت و هستی رخت نو به تن می‌کند و در روح و جان آدمان گردش پدید می‌آید. عید نوروز را که با فرارسی آن گرمی جانبخش بهاری آغاز می‌یابد جشن شکوه و طبیعت و آوان احیای آن گفتند. واقعا نوروز دوره است که زمین به محور خورشید برآمده روز و شب برابر می شود و کل انسان و موجودات را روح و روانی تازه بخشیده به آینده نیک روزگار آباد و پیشرفت و سازندگی هدایت می کند. نوروز باستانی سرآغاز تاریخ پرغناوت ما بوده، همچون سنت پرارزش و فرهنگ و تمدن ملی و تار و پود زندگی نه تنها مردم تاجیک و فارس بلکه کل خلق‌های منطقه آسیای مرکزی و بیرون از آن آمیزش یافته است. در چاره‌بینی ادانه لباس‌های ملی، 7 شین و 7 سین نمایش داده شده. شعر و ترانه‌های نوروزی، بیت‌برکی بهاری، صحنه‌های ادبی، نمایش سنت‌های نوروزی و هنرهای مردمی، آراستن خوان نوروزی با طعم‌های ملی از جانب تربیتگیرندگان با مهارت بلند و مهمانان این چاره‌بینی پیشکش گردید که آن پسند همگان گشت.